به سرجی فلیکس خوش اومدیم. من دکتر انارن هستم و بیایم که کلی براتون نکته مهم دارم. بریم سریع سراغ مبحث فصل 3 لارنس جراحی به اسم سرجیکال نوتریشن که سعی کردم که تو 4 پارت تقسیمش کنم با توجه به اینکه الان سرعت اینترنت پایینه، هم راحت‌تر آپلود بشه و همین که شما هم خواستین ببینین براتون هم خیلی حوصله سربر نباشه. بریم که رو اسلایدها بهتون توضیح بدم. بریم. خب میریم سراغ اسلاید اول که یک ریویو کنیم از متابولیسم. طی 24 تا 72 ساعت اول گرسنگی که معمولا بدون استرس باشه، نیاز به انرژی پای قاعدتا کم میشه و توسط ذخایر گلیکوژن کبد و ماهیچه تامین میشه. کاهش پروتئین بیش از 20% مقایع با حیات نیست. یعنی با زندگی سازگار نیست، در واقع مقایع با حیاته. ببخشید این مهمه، ممکن سوال بدن تستی ازش از این درصد. پاسخ متابولیک به آسیب یا عفونت به طور کلاسیک با فاز جذرآمد تقسیم میشه. در واقع فاز افزایش کاهش داره. حالا ما فاز جذر رو در نظر میگیریم که معمولا 12 تا 24 ساعت طول میکشه. این مرحله اولی با هایپوپرویژن بافتی و هایپومتابولیسم مشخص میشه. به عبارت دیگه خلاصش این میشه اون در واقع اون استرس یا در زمینه عفونت یا آسیب باعث میشه که بدن بره تو فاز کاهش متابولیسم. پس تو فاز اول متابولیسم به شدت کم میشه اتفاقا. به منظور جبرانش هم کاتوکولامین‌ها رو آزاد میکنه که اصلی ترین واسطه و نورترانسمیترش نورپینفرین هستش که موجب افزایش انقباض قلب، ضربان قلب و انقباض عروقی میشه که بتونه فشار خون رو بالانس و حفظ کنه و همینطور افزایش عملکرد قلب و همچنین بازگشت وریدی رو بالا ببره تا به ارگان‌های مهم خونرسانی کماکان حفظ بشه. فاز دوم و فاز مدش که در واقع خودش به دو قسمت فازهای کاتابولیک و آنابولیک تقسیم میشن که این با برنده قلبی بالا با بازیابی اکسیژن رسانی و در واقع متابولیک سیگنال هستش که این عکس اونه، یعنی افزایش داره. توی این مرحله خب خودش که هایپر متابولیک هست، اگرچه سطح انسولین بالا میره ولی خب سطوح بالای کاتوکولامین ها، گلوکاگون و کورتیزول مقابله میکنن با اثرات انسولین. هایپرگلایسمی توی استرس شایع هستش و ناشی از تسریع گلوکونئوژنز و مقاومت نسبی به انسولین توی بافت‌های محیطی هستش. به عبارت دیگه هر چقدر ما توی استرس، توی تروما یا فرآیند آسیب زای ما هر چقدر سطح قندمون بالا باشه، یه جورایی به طور مستقل خوش نشون دهنده این که شدت آسیب زیاد. کنترل گلوکوز، مثلا گلوکوز خون 80 تا 150 میلی گرم در دسیلیتر در بیمار جراحی برای محدود کردن عوارض عفونی و حتی کاهش مرگ و میر مهمه. یعنی ما در واقع سعی می‌کنیم توی فاز استرس گلوکوز خون رو بین 80 تا 105 میلی گرم در دسیلیتر حفظ کنیم که اینم عدد مهمیه، یاد بگیریم. بعدی مبحث بعدی determining energy requirement هستش که در واقع پارامتر اندازه‌گیری شده با کالریمتری غیر مستقیم VO2 و VSCO2 رو اندازه گیری میکنه که معمولا کالریمتری غیر مستقیم خیلی همه جا نمیشه استفاده کرد، حالا هم به خاطر محدودیت‌های کاری که و پروسه‌ای که میخواد انجام بده، گرونیش و عوامل دیگه، معمولا کارایش محدوده، بیشتر تو بیماران بستری تو ICU و بدحال استفاده میشه. به جاش از فرمولای مبتنی بر وزن ساده، مثلا 20 تا 30 کیلوکالری پر کیجی در روز استفاده میشه که خودتون هم شنیدید. مثلا میگن متابولیسم پایه انسان 2000 یا 3000 کیلو کالری در روز هستش پر کیجی. این حالا تخمینی هستش، دقیق نیست، ولی خب بیشتر از این استفاده میشه. برای تخمین میزان متابولیسم در حالت استراحت یا همون RMR از این استفاده میکنیم. برای جلوگیری از تغذیه بیش از حد
باید حتما وزن توده بدن خشک رو به حساب کنیم، در واقع BMI رو باید حساب کنیم و همچنین پروتئین باید با دوز 2 تا 2.5 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن من در روز به بیمار برسونیم، برای اینکه بدن برای نیازهای انرژی خودش سمت پروتئین‌های حیاتی نره. پس این دادن پروتئین برای پروتئین سازی نیست، برای اینکه جلوگیری کنیم از مصرف پروتئین‌های حیاتی و مهم بدنمون. یکی از همون آیتم هایی که میخوام با دیتیل توضیح بدیم کربوهیدرات ها هستن که خب میدونیم کربوهیدرات ها 4 کیلوکالری انرژی در گرم به هر یک گرم میشون به ما میدن و گلوکوژن شکل ذخیره سازی اصلی گلوکوز هستش. مغز، گلوبول آر بی سی، وایت بی سی، سلول های عصبی، اینا سوخت اصلیشون و مدولای کلیه اینا سوخت اصلیشون از مستقیما گلوکوز هستش. تقریبا 120 گرم در روز برای حفظ عملکرد CNS ما به قند کربوهیدرات نیاز داریم. ذخایر گلوکوژن کبد محدودن، مثلا 180 گرم در یک فرد 70 کیلوگرمی هستن و معمولا طی 16 تا 18 ساعت اول بعد از گرسنگی این ذخایر گلوکوژن تموم میشه و متعاقبشون حس گرسنگی به شما القا میشه که شما به استفاده کنید از مواد کربوهیدرات دار. کربوهیدرات باید تقریبا 50 تا 60% کل انرژی که میخوان محاسبه کنن رو پوشش بدن و حالا هر چقدر هم این کربوهیدرات رو میدین افزایش قند پیدا کرد، گلوکوز زیاد شد، میتونید نهایتا با انسولین و انسولین چارت بیمار دوباره تو همون نورموگلایسمی حفظ کنید. ولی گفتم بریدن گلوکوز بین همون در واقع 80 تا 150 میلی گرم پر دسیلیتر است. پروتئین هم همینطور مثل کربوهیدرات ها به ازای هر یک گرمشون 4 کیلوکالری انرژی به ما میدن. اینا باید 20 تا 30% کل کالری دریافتی روزانه ما باشن، حدودا 1.5 تا 2 گرم پر کیجی در روز باید به ما پروتئین برسونیم که قرض کردم خدمتتون در حالت بدون اینتنشن یا در فاستینگ تقریبا 2.5% کل پروتئین بدن هر 24 ساعت لیز میشه، شکسته میشه و دوباره سنتز میشه. تمام پروتئین تو بدن عمل کردیه و نباید به عنوان ذخیره انرژی در نظر گرفته بشیم که همونطور خدمتتون عرض کردم. بنابراین هر پروتئین که برای گلوکونئوژنز و سنتز پروتئین فاز حاد مثل CRP استفاده میشن باید به عنوان از دست دادن پروتئین عملکردی در نظر گرفته بشه. مبحث بعدی در ادامه پروتئین گلوتامین ها هستن. گلوتامین فراترین اسید آمینی هستش که تو بدن وجود داره و منبع سوخت اصلی انتروسیدهای روده باریک هستن و در فرآیند سنتز عملکرد دارن و دخیلن. اگرچه گلوتامین یکی از عوامل اصلی هموستاز و جمعیت جراحی است، اما نتیجه بهبود یافته با ارائه گلوتامین اگزوژن وجود نداره. یعنی اینکه به عبارت دیگه اگرچه گلوتامین خیلی خوبه واسه انتروسیدها، واسه سنتز، واسه بهبود زخم و اینا، اما ثابت نشده که اگر از بیرون به بیمار گلوتامین بدین روند بهبود بیمار سریعتر میشه. آرژینین هم یه آمینو اسید غیر ضروری هستش که اونم در شرایط فاستینگ خیلی به درد میخوره. زیرا سنتز آرژینین کافی برای حفظ طبیعی متابولیسم، رشد، ترمیم بافت، هورمون رشد، گلوکاگون، پرولاکتین، ترشح انسولین، همه اینا با آرژینین مکمل افزایش پیدا میکنه. پس این علاوه بر یعنی برخلاف گلوتامین، آرژینین از بیرون بدین اتفاقا خیلی هم خوب و مفید هستش. همچنین آرژینین جزو سوبسترات نیتروگلیسرید سنتز هستش که در واقع نیتروگلیسرید و سیترولین رو تولید میکنه که خود اکسید نیتریک یا NO نقش مهمی توی حفظ تون عروقی، آبشارهای انعقادی، سیستم ایمنی، عملکرد نسبت گوارش نقش داره. همچنین توی سنتز دی هم خیلی مفیده. اگرچه اثرات مثبت بر روی بهبود زخم مکمل آرژینین عرض کردم ذکر شده، اما یه نکته مهمه که احتمالاً تو تست به عنوان جمله درست یا غلط به شما بدن اینه که تو سپسیس شدید توصیه نمیشه که آرژینین رو بدین. پس این نکته یادتون باشه. مبحث بعد لیپیدها هستش که به طور متوسط اینا بیشتر انرژی رو میدن، یعنی به ازای هر 1 گرم 9 کیلوکالری به ما انرژی میدن. به طور کلی هم باید 10 تا 30% کل انرژی روزانه رو پوشش بدن که از این درصد 2 تا 4 درصدش باید حتما اسیدهای چرب ضروری باشن. پس کمبود جلوگیری بشه. لیپیدها جزء اصلی قشر سلولی و زیر سلولی است. اینو میدونید مهم نیست. اسیدهای لینویک و لینویک اسیدهای چرب ضروری هستن که به عنوان سابسترات سنتز پروستاگلاندین ها عمل میکنه. اینا مهمه. خب
این همه ممکنه به صورت جملات درست و غلط اینا توی سوال به شما بدن و برای سیگنالی سلولی ضروری هستن. اسیدهای چرب ضروری برای تولید هورمون‌های مبتنی بر استرول مثل کورتیزول، هورمون‌های گلوکونوژنی، هورمون رشد، اینا مفید هستن و مورد نیاز هستن در بهبود زخم و پاسخ به استرس جراحی هم نقش مهمی ایفا میکنن. بیمارانی که تحت حمایت تغذیه تزریقی یا پرنتال نیوتریشن هستن باید از نظر تحمل تحویل لیپید باید تحت نظر باشن، زیرا مراحلی که تریگلیسیرید با زنجیره لانگ چین و زنجیره بلند دارن عملکرد ایمنی کاهش میده و برعکس باعث افزایش هایپرتریگلیسیریدی میشن. عوارض اون رو میتونیم با تصدیق مداوم لیپیدات 18 تا 24 ساعت با سرعتی که از 1 گرم بر کیجی در ساعت تجاوز نکنه بیاریم پایین. اکثر بیماران با انفیوزیون لیپید تا زمانی که به صورت انفیوزیون متناوب یا مداوم ارائه میشن تحمل میکنن. لیپیدهای استاندارد داخل وعدی که هم آیوی که تو آمریکا استفاده میشه معمولا حاوی همون روغن سویا که روغن در واقع امگا 6 هستن. پس این دو هم مهمه. ممکنه تو سوال به شما بدن امگا 3 که امگا 3 نیست، امگا 6 هستش و روغن سویا. پس اینا لیپیدها هستن که تو بیمارستان تو آمریکا استفاده میشن. اسیدهای لینویک و آراشیدونیک اسید هم اثرات پیش التهابی دارن. خب گفتم چون تو ساخت پروستاگلاندین نقش دارن این مکانیزم قابل حدسه. عدم دادن لیپید تو هفته اول پرینتال در واقع نوتریشن هم قابل قبول، یعنی میتونی تو هفته اول ندی و بعد از اون شروع کنی. بسته به نیاز تغذیه لیپیدها میتونیم 3 بار تو هفته یا حتی روزانه هم به بیمار بدیم. به دلیل مشخصات التهابی اسیدهای چرب امگا 3 اونا رو باید در بیماران بدحال و همچنین بیمارانی که فرآیندهای التهابی مزمن دارن ارائه بدیم. پس شد امگا 6 و اینا به صورت روتین میتونیم بدیم، اما امگا 3 چون فعالیت ضد التهابی داره باید تو بیماران بدحال یا اونایی که فرآیندهای التهابی مزمن دارن بهشون امگا 3 بدیم. EPA و DHA هم روغن ماهی هستش نشون داده که چسبندگی نوتروفیل و مهاجر تداوی ترانس اپیتلیالی رو برای تعدیل التهاب سیستمی و موضعی کاهش میده و همچنین به تثبیت میوکارد و کاهش بروز آریتمی های قلبی کمک میکنه. واسه همین میگن روغن ماهی واسه قلب خوبه، یکی از علتاش به خاطر همین. استفاده از فرمولاسیون روده‌ای حاوی اسیدهای چرب امگا 3 و آرژینین در حین عمل برای بهبود در واقع بعد از عمل توصیه میشه. خب رسیدیم الان فعلا به بخش اول، پارت اول رو تمام کردیم. حالا جلسه بعدی پارت 2 خدمتتون ارائه میدم. با تشکر از وقتی که گذاشتیم. لطفا لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، حتما کامنت بذاریم و نشون بدیم به بقیه کانتنت ها که کانتنت های پزشکی توسط بچه های پزشکی و دانشجوی پزشکی مورد علاقه است و طرفدار خاص خودشو داره. اینجوری نباشه که تو کانال زوزه باد بیاد و اینا. این زحمتی که خواب میکشیم هرچند حالا امکانات کم هستش و کیفیت به نسبت پایین، ولی به عنوان شروع و به عنوان حالا تقریبا میشه گفت یک تاز تو زمینه کانتنت پزشکی و جراحی توی کانال های یوتیوبی، اونم به زبان فارسی. خب این ازتون انتظار میره که حداقل کاور کنین، ساپورت کنین با لایک و کامنت و سابسکرایبتون و معرفیش به دوستانتون، همکاراتون و حتی افرادی که علاقه دارن به مباحث پزشکی و جراحی. مرسی.